وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. از ابی رقیه تمیم ابن اوس داری رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: همه دین سفارش و نصیحت است. گفتیم: برای چه کسانی؟ فرمود: برای خدا و برای قرآن و برای پیغمبرش و برای پیشوایان و فرمانداران و حکام مسلمین و برای همه مسلمانان.